بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به حلقه 12 به کتابی شرح مختصری اصول الاعتقاد اهل السنه و الجماعه، کتابی امام اللالکائی می باشد که حدیث آوردند ما در بابی باید مسلمان از مجادله کردن با اهل بدعت که بدعت یهود، بدعت نصارا، بدعت دارن مسلمانانی که به خرافات آمیخته شدند، اگر آنها قبول نکنند باید با آنها مجادله نکنیم و با آنها برای اصلاح، اگر اصلاح شدند تا کناره بگیریم که تا که اصلاح شوند، تنهایی حس بکنند و اصلاح بشوند. و حدیث آوردن که الله حدیث ما را دعوت میکند که پایبند عبادت الله تنها باشیم و بر اسمان الله چنگ بزنیم و تفریقه نشویم و راهبرهایی که به کارهای خوب امر میکنند اطاعت بکنیم مادامی که به معصیت امر نکنند. حدیث آوردن که حدیث در مسلم است که بسیار چیزها را در بر میگیرد. میگویند که ابو هریره پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همان الله از شما راضی می شود در 3 چیز رضایتی الله را یافته می شود. یرضی لکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. الله راضی می شود که از شما الله را تنها عبادت بکنید، در پرستیدن و در پرسیدن و در یاری طلبیدن و در همه حالت الله رو پرستش بکنیم و با این اکتفا نکنیم و به الله شرک نبیاریم. ان الله یرضی لکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. به الله شرک نآوریم. مجرد عبادت با همراهی شرک این بر مسلمان فایده نمیدهد، بلکه عبادت با اینکه شرک را کناره بکنیم، از شرک کفر بزوری بجوییم. و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا. باید بر اسمان الله که این قرآن و سنت است با جماعتی که چگونه صحابگان و تابعین پایبند بودند و اسمان الله پایبند باشیم، به آیت های قرآن و حدیث اثرهای صحابه و آیت های قرآن با فهمی صحابگان تابعین علماهای ربانی بفهمیم. ولا تفرقوا. وقتی که ما پایبند میشیم و تفریقه نشویم. وقتی که تفریقه میشویم باید نزاع میشود، تلاش میشود به قرآن و سنت با فهم صحابگان برگردیم. وقتی هر کس امروز همه شخص ها حتی کافر هم از قرآن دلیل میبیارد، اما با فهم صحابگان و تابعین و علماهای ربانی دلیل های آنها رو فهمیم که آنها چگونه مرادی قرآن و سنت را درست میفهمند. ولا تفرق. وقتی که ما قرآن و سنت را با فهم صحابگان تابعین و علماهای ربانی فهمیدیم تفریقه نمیشیم. اگر با فهمی همه خواه شخص اهل بدعت باشد، خواه کفر، خواه مشرک، خواه مستشرق از قرآن دلیل بگیرد و ما اگر اطاعت کردیم تفریقه میشویم، اگر چنده که قرآن و سنت باشد. چون که فهمها، یعنی فهمهایی که خطا شو میفهمند بسیار است. بنابر همین الله گفته است ان تعتصموا بحبل الله جمیعا. جمیعا یعنی با فهمی صحابگان و تابعین و علمای ربانی. ولا تفرقوا و ان تناصحوا لمن والله الله عز وجل امركم. باید ما راهبرها و امیرهایی که به کارهای خیر میشتابند با آنها همدستی بکنیم. و تعاونوا علی البر و التقوی. اگر راهبرها و امیرها با کارهای معصیت مخالف قرآن و مخالف سنت، مخالف فهم صحابه و تابعین علماهای ربانی
کار کردن در این وقت ما لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق می باشد. خیلی که عبدالله ابن حذافه سحمی را پیامبر امیر قرار دادند. وقتی که صحابگان را گفت آتش، یعنی یک آتش بیکنید داخل شوید، صحابگان ندر آمدند. وقتی که معصیت به امر کرد راهبر یا امیر، ما باید اطاعت نکنیم. اطاعت راهبر در همان وقت می شود که با معاونه یاری کردن با تقوا و با کارهای خیر می باشد. برای مسجد پوشیدن مدرسه و راه و دیگر چیزها این باکی ندارد، اما مخالفت مسجد را محکم کردن و حجاب و ریش و دیگر چیزها مخالفت کرد، ما باید اطاعت نکنیم. و یکره لکم ثلاثا، الله بعد میبیند از بنده هایش 3 چیز را، قیل و قال. و قیل شخصی گوینده معلوم نیست، همان سخنهایی که بین مردم شایع است، او را از دیگرش زنده کردن و فتنه کردن را بد میبیند. قیل و قال، و قال گویندش معلوم است. نباید ما فحش و چیزهایی که پنهان است آنها را آشکار بکنیم. و این قیل و قال می باشد. قیل و قال سخنهای بیفایده و سرگرمی های بیفایده که ضرورت ندارد، ما با او گفت و شنود میکنیم. و اضاعت الاموال، و همان مال و ثروتی که در دست داریم، هر جایی که شریعت نفرموده است به او راضی نیست، اگر ما صرف و خراجات کردیم، او اسراف، اضاعت الاموال، یعنی بیکار کردن، بیهوده صرف کردن مال رو، تبذیر و اسراف رو الله بد میبیند. ان الله لا يحب المسرفین ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. یعنی شخصایی که اسراف میکنن آنها برادرهای شیطان میباشند. مالی که در دست داریم اگر ما صدقه بکنیم، از صدقه از حدش زاید نیست، این اسراف میباشد. و ممسکی کردن، خیر نکردن، این نیز اسراف میباشد. سخنی بسیار گفتن اسراف است. بغیر موضع سخن کردن این اسراف است. و مال و ثروت رو به جاهایی که الله نفرموده است، این اسراف میباشد. اضاعت الاموال و کثرت السؤال. و کثرت السؤال این است که مردم رو از مالش بپرسیم، در حالی که در پرسیدن این مال، وقتی که مردم رو از مال و ثروت می طلبیم، این مردم ثروتمند و دیگر بسیار سوال کردن اذیت می بیند و خود سوال کننده در نزد آنها خار می شود. ما باید خاری ذلیلی را به الله بکنیم، از الله طلب بکنیم که 2 فساد است. یکم شخصی ثروتمند رو اذیت میدیم و خدا ما به غیر الله خار میکنیم. نباید مؤمن از مردم مال طلب و خودش رو در ذلت قرار دهد، اما در حالتهای ضرورت و مالی که خیلی که پیامبر میگن به حکیم ابن هیزام، تو مال ثروت رو نپرس از مردم. اگر مردم یگان کسی از پیش خود چیزی بدهد، این رو بگیر، به این الله برکه میدهد. زیرا حدیث های وارد شده است که بدونی حاجت پرسیدن گویا که لخشه ها رو بر خود انسان جمع میکند. در روز قیامت وقتی که زنده میشود، شخصی که بدون ضرورت از مردم مال میپرسد، میطلبد، یک طرفی رویش گوشت ندارد. و ابو سعید خدری رضی الله عنه گفتند که پیامبر گفته بودند که من یستعفف یعفه الله و من یستغنی یغنیهم الله. هر کسی که عفت را پیش بگیرد و بینیازی را از مردم جوید، مردم بینیازی بکند، الله او را عفیف و بینیاز میگرداند. و این را همچون یک در پیش خود گرفتند و از کسی چیز نمیپرسیدند. الله ابو سعید خدری را یکی از صحابگان ثروتمند قرار داد. بنابراین هر کسی که نمیپرسد، نمیطلبد، او در حقیقت الله او را عفیف میگرداند.
و بی‌نیاز میگرداند. این بود شرح مختصری این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.